عزتش میکنه مگر روزه ماه شریف رمضان. ببینه الله روزه ماه شریف رمضان را به خودش نسبت میده که بنده روزه را به خاطر من میگیره، پس مزد و پاداش این بنده در ذمه منه. ایرا ملائکه ها حساب کتاب کرده نمیتونن. هر عمل خیری که در همین ماه میشوه خداوند به خودش نسبتش داده است. سبحان الله. اگه خشا به حال روزه داره که در این ماه بزرگ روزه بگیره، قسم به الله همین کسایی که به منت و به زق بق به خاطر الله روزه میگیرن، اینا کسایی هستن که خدا را دوست میدارن، پیغمبر خدا را دوست میدارن و هیچ جای شک و شبهه نیست که هر کسی که الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست بداره خدای بزرگ او را دوست میداره. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلندی، استرخوان دراز، رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغ ما شهر مسکو، ورخناپولیا، دام 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم های ما در تماس برایید. پیغمبرم نظر عنایت داره بالاش، پیغمبرم نسبتش محبت داره، اذیت دست صدا نمیبروید. حضرت مولوی میگه چون در این دل برق مهر دوست جست، اندران دل دوستی میدان کی هست. مادام که در دل تو عشق محبت پروردگار است، با یقین بدان که خدای بزرگ نظر رحمت است قطع نکرده است. نسبت پروردگار تو به تفاوت نیستی. در دل حق، در دل تو مهر حق چون شد دو تو، هست حق را بیگمان مهری تو. هیچ بانگی کف زدن ناید بدر، از یک دستی تو به دستی دیگر یک دست صدا نداره. برای اون که قرصک شوه ده دست در کوره. محبت یک طرفه نمیشوه. وقتی در دل ما محبت خدا و پیغمبر است، با یقین باید ما بدونیم که انشالله خدا و پیغمبر هم نسبت ما به تفاوت نیست. خدا و پیغمبر هم ما را مقصد که از رحمت خود پروردگار به نیاز مگردوندگی ای. خدای بزرگ همون محبت در قلبم جا کردگی ای. تشنه می نالد که ای آب گوار، آب هم گوید که کو ای آب خور. تشنه آب میگه و گیله میکنه و ناله میکنه. همه آب هم ببینه در جوبار بروه شلدر شلدر کده میروه، آواز میبروره که مرده که تشنه ده کجایی. اینا من گذشته است مینم تا روان و تازه و آزاده بیا در جان شیرینت یاد قج بخو. برای همه انشالله همه کسایی که محبت دارن به خدا روزه را میگیرن. این روزه ریا نداره، هر عمل ریا داره. روزه ماه شریف رمضان ریا نداره. امکان داره که شخص نماز بر ریا بخونه، امکان داره که زکات مالش بر ریا بده، امکان داره که خانه خدا را بر ریا بره زیارت کنه. اما روزه ماه شریف رمضان ریا نداره. او کسایی که ریاکارن او خانه سوختار روزدار نیستن. شاید در پیش چشم مردم خودشون روزدار بگیرن، در اصل روزهشون میخورن. برای همین خداوند متعال روزه ماه شریف رمضان به خودش نسبت داد. برای همین یقینا میتونیم بگیم که هر کسی روزه را دوست میداره، همین ماه شریف رمضان ایمانا و احتسابا به خاطر الله روزه میداره، او خدا را دوست میداره. خشا به حال کسی که خدا را دوست بداره، انشالله خدای بزرگ را دوست میداره. در سال 7 هجری مسلمانو به سوی خیبر حرکت کردند، به مکان یهود فتنگر و آشوبگری که تمام عالم عرب دائم به سر مسلمانو در فتنه می انداخت و می کشید به آورد. حضرت صلی الله علیه و سلم امر کرد که انمی لانه فتنه باید که برهم زده شود. مسلمانو میگه حرکت کردن به سوی خیبر. وقتی اومدن، این خیبر نام یک موضعی هست که یهودی ها در اونجا زندگی میکردن. 7 قلعه داشته است. از بس که مردم ثروتمند بودن، نخلستان های زیاد داشتن، هر قلعهش با همین تگیردش دیوار بود و احاطه شدگی بسیار مستحکم و سخت بود. خاصتا همون قلعه که از راه مدینه منوره اول می ایستاد.
او قلعه را قلعه نعیم میگن. از همه قوی ترین قلعه خیبر حساب میخورد و رهبر قلعه را یک یهودی پهلوان بود با نام مرحب یا مرحب. مرحب یهودی. یهودی ها افتخار میکردیم به این نامی. بسیار پهلوان قهرمان نامدار بود است. حتی دعوا میکردن در پیش عربا که همه مرحب ما برابر 1000 مرد میسته در صف. جواب 1000 پهلوان این خودش به تنهایی میگه. اصلا این یهود هم تری عادتی خود تعریف کنی داره. سو واهمه میکنن همو قهرمان و پهلواناشون. وقتی که مسلمان ها آمدن احاطه کردن، اگه عادت در زمانهای پیش همی بود که لشکرها وقتی به مقابل همدیگر میبرمدن، اول پهلوانا میبرمدن جنگی تن به تن میکردن. انمی در همی جنگی تن به تن انمو مرحب یهودی خارج شد. پیش اومد رجز خونده و نظم خونده بسیار واهمه بود. سر تا پا مسلح جوشنای جنگی را پوشیده است. نعره زده اومد که قد علمت خیبر انی مرحب شاک سلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبل تلهب. گفت خیبر میدونه که من مرحبم، مرحب پهلوان، مرده که سر تا پا مسلحم و یک پهلوان کارآزموده و جنگجو. وقتی جنگ سر شوه با میبینه که کیه، بعد جوان مرده میبینه که در جنگ چی نوع فعالیت میکنه. مسلمان ها ایستاده بودن. شخص با نام عامر، این امک سلمه ابن اکوع است، صحابه پیغمبر. میگه همو عامر به مقابلش برآمد، دید که یهودی رجز میخونه، قایده همی بدوخی. این عامر هم میگه خارج شده، گفت قد علمت خیبر انی عامر شاک سلاح بطل مغامر. همین خیبر میدونه که من عامرم، اینا به مقابل تو برآمدم، ما هم سر تا پا مسلحم، ما هم یک پهلوانی کاردیده و کارآزموده‌ام. همین جنگ سر شد، بیچاره عامر سراسیمه شد، اندک با شمشیر مرحبا زد که او سرش خم کرد، نرسیدش، اومد در همین بند زانوی خود شمشیرش زد. همین که ضربه بیزه بزد که از شدت درد بسیار همین شوک و ویسسته، یعنی میگن که حضرت جان به جان آفرین تسلیم کرد، شهید شد. این را دیگه با واهمش زیادتر شد که مسلمان ها یکان جوان مرد داره ببروه. حضرت علی یک دو روز پیش از همین واقعیت چشمش درد میکرده، بیمار بوده. رسول خدا صلی الله علیه و سلم همون شب اعلان کرد، گفت من فردا به جنگ گفت شخصی را میفرستم، بیرق جنگی را در دست کسی میتم که خدا و پیغمبر را دوست میداره. اینا ببین، اینی لأعطیت رایت رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله. فردا گفت بیرق در دست کسی میتم که خدا و پیغمبر را دوست میداره و خدا و پیغمبر هم او را دوست میدارن. مادام که پروردگار را دوست بداری، پیغمبر را دوست بداری، البته اونا را هم دوست میدارن. کو یفتح الله بیده، خدای تعالی همین قلعه را به دست همون شخص میگه فتح میکنه. همه منتظر بودن، همه میخواستن که پیغمبر پرچم در دست مون بده. فردا میگه شد همه اومدیان منتظر استادیان که یا رسول الله بیرق همودا نمیتی. حضرت نگاه کرد، گفت علی کجا دای؟ که گفتن علی مزش نیست، چشموش در کردسته. حضرت گفت صداش کنه. وقتی آوردنش همه آوی دهنش به دستش گرفت، در چشموش شکید، یا دعا کرد خدای تعالی چشمو را شفا داد. بعد میگه همون پرچم در دستش داد و گفت خداوند به دست ته قلعه را فتح میکنه. وقتی که حضرت علی رجزخانی های اون مرحب یهودی را دید، خودش برآمد سرلشکر. اینا خیلی جوان مرد بودن. زمانی پیش اون سرلشکرهای جوان مرد خودشو پیش میبرمدیان، جنگ میکردیان. وقتی دید که او یهودی رجز میخونه، این حضرت هم میگه همتری اشتلم کردن، نظم خونده اومد. انا الذی، وقتی این مرحب پرسید که تو کی هستی؟ گفت انا الذی سمتنی امی حیدره کلیث بستان کریه المنظره اوفی بساع کیل سندره. من شخصی هستم که مادر نامی مرا حیدر مونده است. حیدر شیر میشه و اگر ترجمه فارسیش کنید مثل شیرهای جنگلهای کریه منظره و بدحیبت.
ما مسلمانا کیل سندره را به ساع جواب میگیم. این کیل یک پیمانه های برای چین کردن. او در نیم جزیره عربستان خصوصا در حجاز کیلو و ایتریش گپو نبود، مخصوص کیل بود یا پیمانه بود. گندم ای جو ای هر چیزی میگرفتن با همون چین میکردن. عادتا یهودی ها همون خرمهاشون با کیل سندره چین میکردن، اما مسلمان ها در مقابلش ساع گذاشتگیان. یک ساعش تخمین 3 کیلو و 200 گرم میشود. ما گفتم کیل سندره شما را که تخمین 700-800 گرم ای با 3 کیلو و 200 گرم ساع جواب میتیم. جنگ بایشو سر شید. میگه ضربه یکم مرحب زد. حضرت علی گرداندش. همین بسم الله گفت، همین الله اکبر، همین یک ضربهش زد در همین فرقی سرش. در سرش خودی جنگی بدست، کلاه جنگی اوهنی، شمشیر کلاه برید اومد میگه در سرش تا همین برابر کتیفش هم تا قطع کردش. مرحبا مرحبا که یهودی ها میگفتن برابر پهلوان 1000 پهلوان میسته، همین میگه ای بالای چیز مثل یک خوده خشکیده در زمین اومد زد. ببینه همون روز خدای تعالی قلعه نعیمه به دست حضرت علی میگه فتح کرد. و این شخصی هست که پیغمبر بشارت داد که یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله. علی گفت بردی هست که خدا و پیغمبر را دوست می‌داره، خدا و پیغمبر هم علی را دوست می‌دارن. ان شاء الله اینمی کسی که همین رمضان احترام میکنه، به قدر این ماه بزرگ میرسه، به خاطر الله روزه میگیره، خدا دوستش می‌داره، پیغمبر دوستش می‌داره. فردا روز قیامت از دیدار به مثال الله و از شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم البته برخوردار میشود. للصائم فرحتان یفرحهما. حضرت بشارت داد روزدار دو خرسندی داره که البته ملاقات میکنه همین دو خوشی و خرسندی را. یکم خرسندیش در همین دنیا ای، اذا افطر فرح بفطره. وقتی روزدار وقتی روزه کشایش میشوه و روزش هم میکشایه چقدر خرسند میشوه. ارگانیسم ملکه تیار شدگی ای، احتیاج داره به همون انرژی و به همون کالری ها. بسیار وقتت خوش میشوه، وقتی تو میخوری هم که وقتت خوش میشوه که چشمات روشن میشوه. و خرسنده دیمش فردا روز قیامت های. و اذا لقی ربه فرح بصومه. فردا روز قیامت وقتی الله هم ملاقات کرد، وقتی که دید که الله ذوالجلال و الاکرام نسبتش محبت داشته است، گناهاش بخشید، داخل جنتش کرد، از جمال بی‌مثالش برخوردارش گرداند، از شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم بهره‌ورش ساخت. میگه الحمدلله رب العالمین که در دنیا ماه شریف رمضان پاس داشتم و روزه این ماه گرفتم.